أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش نحو، الحمدلله که ما و شما از کتاب الاجرومیه 15 درس گرفتیم و حالا درس 16 را برای شما برادران و دوستان پیشکش خواهم گردانید. درس 16 ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب می گوید و اما این و اخواتها، و این و خواهرهای این. پیش از اونه که در این موضوع صحبت بکنیم، درس‌های گذشته را باز یک بار دیگر به یاد میاریم که فعل مضارع در 10 جا منصوب خوانده می شود و در 18 جا مجزوم خوانده می شود و در غیر این 28 جا فعل مضارع مرفوع می باشد. اینها را درس‌های گذشته با تفصیل گرفته بودیم. اکنون از اسم ما شما گفتیم که اسم در 7 جا مرفوع می شود. یکم گفتیم فاعل هست، با تفصیل درسش کردیم. دوم گفتیم نایب فاعل، سوم مبتدا، چهارم خبر، پنجم اسم کانه. 5 تا را با تفصیل گرفتیم. اکنون امروز ششمش را میگیریم که ششم جایی که اسم مرفوع می باشد اون خبر این می باشد. درس گذشته همچنین کانه را با خواهرهایش که 13 تا خواهر دارد اونها را با تفصیل گرفتیم و امروز اکنون این را خواهرهایش رو میگیریم که این چند تا می باشد و چند تا خواهر دارد. صاحب کتاب میگه و اما این و اخواتها، میگه این و خواهرهای این چیکار میکند؟ میگه فانها تنصب الاسم و ترفع الخبر. این میگه نصب میکند اسم را و مرفوع میکند خبر را، برعکسی کانه میشود. این و کانه ای نواسخ مبتدا و خبر است گفته بودیم. این در اول مبتدا و خبر می درآید. مبتدا را کانه که در آمد مرفوع می شود، خبر منصوب می شود و نامش تغییر می یابد که اسم کانه و خبر کانه. انا اکنون این هم در اول مبتدا و خبر می درآید، باز مبتدا و خبر تغییر می دهد. مبتدا مرفوع می شد، این در اولش بدراید منصوب می شود، نامش می شود اسم این. و خبر مرفوع بود، این در اولش در آمد همچنین مرفوع می ماند لیکن می شود خبر این. چطوری که در کانه گفته بودیم اسم کانه خبر کانه، انا اکنون در این هم همین طور است. اسم این خبر این، اسم این منصوب ای، خبر این مرفوع ای. در کانه اسم کانه مرفوع بود، خبر کانه منصوب بود. دقت دید اینها در اول مبتدا و خبر می درآید. صاحب کتاب میگه فإنها تنصب الاسم و ترفع الخبر. این با خواهرهایش منصوب میکند اسم را یعنی مبتدا را و مرفوع میکند خبر را، همون خبری که خواندگی بودیم همون را مرفوع میکند که خودش اصلا مرفوع است اما نامش را تغییر میدهد که میشود خبر این. و هی اگه خواهرهاش کدام است؟ خواهرهاش میگه این و ان ولکن و کأن و لیت و لعل می باشد. این اسم ها این 6 تا حرف ها می باشد. اینها همشون حرف هستند. کانه همشون فعل بود، این همشون با خواهرهاش، این با خواهرهاش همشون حرف هستند. اکنون دقت چی میگه؟ میگه که تقول اولا
هی اینه، یکمش اینه است، دویمش انه، سومش لکنه، چهارمش کانه، پنجمش لیته، ششمش لعله می باشد. انا اکنون اینها برای چی هستند؟ اولا معناش بگیریم، یا که در پویم خودش معناش آوردگی است، بیار مثالش رو میگیریم بعد معناش خودش صاحب کتاب آورده است. تقول این زیدن قائم. ببینید مثلا میگه که این زیدن قائم، اصل چی بود؟ زیدون قائم، زیدون مبتدا قائم خبر. این در اولش در اومد میگه این زیدن قائم. پس معناش این است که به تحقیق یا هر آینه به درستی. اینه را اینه و انه چندین ترجمه دارد به معنای توکید است، یعنی در حقیقت، به تأکید، به درستی هم خیلی ترجمهش که نمی شود، یا هر آینه، هر ترجمه را بگی این نده می شود. این زیدن قائمون یعنی به درستی این که زید راستا است. ببینید پس این میگه این حرف مشبه بالفعلش میگن، این حرف است مشبه بالفعل. زیدن اسم این، قائمون خبر این. زیدن اسم این منصوب، قائمون خبر این مرفوع. دقت دید برادران، این زیدن قائمون یعنی به درستی این که زید راست است، یا هر آینه زید راست است. اکنون کانه را بیاره در جای این مونه چی می شود؟ بگوی کانه زیدون قائمن. دقت دادید؟ مبتدا و خبر است. زیدون قائمون مبتدا و خبر است. این را در آورد این زیدن میگوی، کانه را در آورد کانه زیدون میگوی. این قائمون میکنه، زید کانه قائمن میکنه. دیدید فرقیت رو؟ این زیدن قائمون هر آینه میگه زید راست است، چخت است. ولیت عمرا شاخص، ولیت عمرا شاخص. و کاش که میگه عمر رونده باشد. شاخصن به معنای رفتن، رونده یعنی ذاهبون. کاش که میگه عمر رونده باشد. همچنین شاخصن به معنای ظاهر هم میشود، عالی هم میشود یعنی بلند درجه. کاش که عمر بلند درجه باشد، یا که کاش که عمر رونده باشد. هر ترجمه کنیم. خلاصه این ترجمهش برای ما مهم نیست، برای ما حرکتش مهمه. لیت عمرن شاخصون. ببینید عمرن، پس میگه لیت من اخوات کانه. لیت ای اخوات اینه، معذرت میخوام، اخوات اینه. عمرن اسم لیت میگید، شاخصون خبری لیت میگید. عمرن اسم لیت منصوب، شاخصون خبری لیت مرفوع. خب و معنی، پیش از اونه که معنی را بگیم اول لیت عمرن شاخصون بیا ای اخوات کانه تاش رو بیاریم. مثلا میگیم که اصبح زیدون شاخصون. اصبح عمرون، عمران دیجا، اصبح عمرون شاخصا. اصبح عمرون شاخصا. دقت دادید چطور تغییر داد؟ ولیس عمران شاخصون بود، اصبح را آورده میگیم که اصبح عمرون شاخصا، یعنی در وقت صبح عمر رونده شد، یعنی برآمد، رونده شد، رفت. پس تغییراتش رو دقت دید و همین تغییرات است که اعراب رو، حرکت های جمله را تغییر میتید. اگر اینها را که دونستید پس شما میتونید که جمله رو درست بخوانید. و معنی، اگه معناشون چی است اکنون؟ این چیزایی که خوندیم معناشون چی است؟ اول گفتیم همه اینها حرف هستند. دویم که باید معناهاشون رو بدونیم. میگه این و ان للتوکیدی. این و ان میگه برای چی است؟ برای توکید است. توکید یعنی برای تأکید است، برای یقین پیدا کردن هست. وقتی بگیم این زیدن قائمون یعنی در حقیقت زید قائم است. این و ان برای چی است؟ ان در بین جمله میاد، این در اول جمله میاد. اگر در اول جمله باشد این نمی شود، اگر در بین جمله باشد ان می شود. این فرقیت رو در ذهنتون داشته باشید. اما معنای هر دوش یک چیز است. این و ان معناش یک است. ولکن للاستدراکی، ولکن میگه به معنای استدراک است. استدراک معنیش چی است؟
با تاجیکی از خود کنید. استدراک هم معناش مثلا یک سخن رو میگویی و بعدش یک چیزش رو استثناء میکنی و رد میکنی و که تاکید میکنی. مانند چی؟ میگویی که مثلا محمد شجاع، محمد شجاع. ببینید محمد چی است؟ شجاع هست، یعنی که با غیرت است. لکن نه، لکن برای چه استدراک است؟ اکنون لکن صدیقه جبان، لیکن میگه رفیقش بزدل است، ترسانچک است. فهمیدید؟ وقتی شما میگید محمد شجاع هست، فکر میکنید که رفیقش هم شجاع هست، انا میره استدراک میکند، میگه که نه، لکن صدیقه جبان، لکن صدیقه جبان، لیکن رفیقش ترسانچک است. انا میگن استدراک. یا مثلا میگه که ذهب الطلاب، شاگردا همه رفتن، لکن محمدن باقین، اصلش باقیون بود، یا را حذف کرده هستیم. این را انشاءالله در صرف میخونیم برای چی، یا در همین نحو میآید. خب مثلا میگه که طلبه ها رفتن، لیکن محمد که طلبه است نرفته است، باقی موندگی است. اهمیت دادید؟ انا همین استدراک میگن، انا همین رو استدراک میگن. ولکن نه برای چی بوده است؟ برای استدراک. و در دوامش چی میگه؟ میگه که و کأن للتشبیه، کأن باشد برای تشبیه هست، برای تشبیه یعنی که مانند کردن. تشبیه معناش چی است؟ مانند کردن. مثلا مانند کردن مبتدا به خبر. مثلا چطور میگیم؟ میگیم که کأن الجاریه بدرون، کأن الجاریه بدرون، معناش چی است؟ مثل این که یا گویا این که، ترجمه کأن همین ترجمه، مثل این که، گویا این که، مثل این که یا گویا این که دخترچه ماه باشد. الجاریه دخترچه، بدرون ماه شب 14 را چی میگن؟ ماه میگن، بدرش میگن عربی قطعی. کأن الجاریه بدرون، یعنی که گویا این که دخترچه به مانند ماه است، یعنی که دختر به ماه چکار کسی مانند کرده سی، دختر به ماه تشبیه داده سی در زیباگی. و لیته برای چی است؟ تمنی است. لیته برای تمنی است، یعنی که آرزو، برای آرزو کردن، تمنا کردن. لیته برای تمنا کردن. و لعل للترجی و توقعی، و لعل برای ترجی و توقع می باشد. مثلا مثال برای لیته، مثلا میگه که لیت البلید ینجح، لیت البلید ینجح، یعنی که کاش کی، معناش که کاش کی انسان بلید، انسان نافهم نجات بیابد. یا یک مثال دیگر بیاریم، لیت الشباب عائد. مثال اول گفتیم لیت البلیده، لیت البلیدونه، لیت البلیده ینجحو، لیت البلیده ینجحو. مثالی اولینه ده بگیم که لیت الشباب عائد، یعنی که کاش کی جوانی بازگردد. کاش کی، لیت معناش چیه؟ کاش کی. و لعل برای ترجی است و توقع است. ترجی یعنی امید خیر نیک کردن و توقع امید بد کردن. معناش چی طور است؟ مثلا که لعل الله یرحمونی، لعل الله یرحمونی، یعنی که امیدوار هستم که الله من را میبخشد، رحم میکند. این برای چی شد؟ لعل که برای ترجی است، یعنی که نیت نیک کردن. اما بد باشه چی طور است؟ مانند لعل العدو قریب منا، یعنی که دشمن به ما خیلی نزدیک است. چی جای بد است که دشمن به ما خیلی نزدیک است. لعل برای ترجی و توقع می شود. معناش کاش کی، برای ترجی باشد کاش کی، یا که امیدوار هستم. لعل الله یرحمونی، یعنی امیدوار هستم که الله رحم کند مرا. لعل العدو قریب منا، یعنی که
چی بد است که دشمن به ما خیلی نزدیک شدگی است. پس لعله برای ترجی میموده، برای توقع. ترجی کارهای خوب، توقع کارهای بد. اکنون در دوام عبارت صاحب کتاب چی میگه؟ میگه و اما ظننت و اخواتو. اکنون کانه و اخواتش خلاص شد. حاضر ظننت و اخواتش میگیریم، با همین نواسخ مبتدا و خبر خلاص میشود. اصلا این ظننت و اخواتش اینجا جای درس ما نیست، لیکن برای در اول گفت که نواسخ مبتدا و خبر، در درس گذشته خونده بودیم که نواسخ مبتدا و خبر، برای هم خاطر در اینجا این ظننت رو آورده است. اصلا این ظننت رو جاش اینجا نیست. خب برای هم خاطر بسیار مختصر این رو میگیریم. و اما ظننت و اخواتها، و اما ظننت و خواهرهایش. سیم جمله اپا و خواهرهای داریم که نامش ظننت و اخواتها هست. میگه فإنها تنصب المبتدا و الخبر. پس ظننت و اخواتش میگه مبتدا و خبر هر دوش منصوب میکند. ببینید کانه و اخواتش فقط کانه، اخواتش فقط خبر منصوب میکرد. این و اخواتش فقط مبتدا را منصوب میکرد. انا اکل ظنه و اخواتش مبتدا و خبر هر دوش یک جا منصوب میکند. علی انهما مفعولان لها. بعد هر دین رو مفعول برای خودش میگه قرار میتید. مفعول یکم و مفعول دوم. مفعول یکم میشه و مفعول دوم. خب و هی و همین ظننت و اخواتش کدام ها هستند؟ اینها هستند. دقت. ظننت و حسبت و خلت و زعمت و رأیت و علمت و وجدت و اتخذت و جعلت و سمعت. انا من 10 تا فعل است. این 10 تا فعل از نواسخ مبتدا و خبر است که در اول مبتدا و خبر داخل می شود و مبتدا را منصوب میکند و خبر را همچنین منصوب میکند و نامشون تغییر میدهد که مفعول یکم و مفعول دوم. اکنون اینجا در اول معناهاشون بگیریم. ظننت و حسبت، ظننت و حسبت و خلت و زعمت، این 4 تا فعل برای گمان هست. یعنی گمان ترجمه کردم. ظننت یعنی گمان کردم، حسبت گمان کردم، خلت گمان کردم، زعمت گمان کردم. این 4 تا فعل به معنای چی میشود؟ به معنای گمان. و رأیت و علمت و وجدت، این 3 تا فعل به معنای یقین می آید. یقین. مثلا رأیت یعنی که یقین کردم، علمت یقین کردم، وجدت یقین. ببینید اینا به معنای یقین می آید. و اتخذت و جعلت، این 2 تا فعل به معنای تغییر می آید. یعنی مثلا از یک چیز به یک چیز دیگر گرداندن، از یک حالت به یک حالت دیگر گرداندن. مانند اتخذت محمدا صدیقا، یعنی محمد را دوست خودم قرار دادم. ببین گرداندم، محمد را دوست خودم گرداندم. یا مثلا و جعلت، میتونه بگی که جعلت الذهب خاتما، یعنی طلا را چله گرداندم. ببینید گرداندم، این به معنی چی میشه؟ این 2 تاش به معنی گرداندن. و سمعت، این برای شنیدن هست، یعنی شنیدم. این دلالت به شنیدن میکند. پس اینها معناهاشون این تقسیمات رو جدا میکنید. 4 تاش به یک معنا، 3 تاش به معنای 4 تاش به معنای گمان، 3 تاش به معنای یقین و 2 تاش به معنای گرداندن و 1 تاش به معنای شنیدن. انا اکنون مثالش چی میگه؟ میگه که ظننت زیدا منطلقا، یعنی گمان کردم که زید رونده هست. ظننت زیدا منطلقا، گمان کردم که زید رونده است. ببینید اصل چی بود؟ زیدون منطلقون بود، مبتدا و خبر. ظننتو که اومد زیدا منطلقا می شود. پس ظننتو میگه ظنن فعل ماضی مبنی على السکون اتصال بالتاء و تو ضمیر متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا مفعول به اول لظننت، منطلقا مفعول به الثاني لظننت. ببینید مفعول یکم مفعول دوم هر دو چی منصوب. این 2 مفعوله هست، این 2 مفعول میگیرد. و مثال بعدش و خلت عمرا شاخصا، یعنی که گمان کردم که عمر رونده هست، یا میشود که بالا درجه هست، یعنی که درجهش بالا هست. و ما اشبه ذلك، و مانند همین دیگر مثال هایی که دیگر فعل هایی که ای ظننتو هست، همونطور در مثال ها دیدینش به همین طور بعدش 2 اسم چیکار میکنید؟
منصوب میخونید مفعول یکم و مفعول دوم که اینها در اول مبتدا و خبر میدروید. و همچنین در اینجا یک تغییرات دیگر را براتون پیشنهاد کنیم. مثلا ببینید ظننت زیدن منطلقا، اصل گفتیم زیدون منطلقون بود، مبتدا و خبر. وقتی که کانه را آورده میگیم کان زیدون منطلقا، این را آورده میگیم این زیدن منطلقون، ظننت را آورده میگیم ظننت زیدن منطلقا. انا میره در دفتر نوشته کنید و معناهاشون را با نازکیشون از خود کنید و حفظ کنید که این بسیار لازم و مهم هست. پس این بود درسی امروزه ما و شما، درس 16 هم از کتاب الاجرومیه. با همین 6 تا اسمهای مرفوع را گرفتیم. یکم فاعل، دوم نایب فاعل، سوم مبتدا، چهارم خبر، پنجم اسم کانه، ششم خبر این. 6 تا را گرفتیم. انا اکنون هفتمش موندگی است که هفتمش توابع می باشد، 4 چیز می باشد. او را انشاءالله درس آینده شروع خواهیم کرد. انشاءالله اون را درس آینده میگیریم. با همین درسی امروزه ما و شما درس 16 هم به پایان رسید و یک یک شما را تا درس آینده به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر که جایی که باشید سربلند و موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.